جا دارد که ما هم در این کلاس اعتراض خودمان را نسبت به مدایی که نسبت به شعائر الله، یعنی مسجد مکی و شیخ الاسلام و نماز توهین کردن اعلام بکنیم. همان گونه که امر به معروف وظیفه هر مسلمانه، نهی از منکر هم وظیفه هر مسلمانه. که منکری چیز ناشایسته‌ای رخ داد، مسلمان اظهار انزجار نسبت به آن داشته باشد. لذا چند چیز از جمله شعائر الله است: کعبة الله، مساجد الله، علمای ربانی و کتاب الله. نسبت به شعائر الله احترام قائل شدن جز ایمان و تقوا است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. همان گونه که حرمت گذاری به شعائر الله جز ایمان و تقوا به حساب می آید، توهین به شعائر الله سبب تباهی آن انسان و آن گروه می باشد. لذا این شخص مداح به جای اینکه از اهل بیت تعریف و تمجید کنند، در همچنین محفل و مجلسی شروع می کند به هتاکی و بی‌حرمتی نسبت به مسجد مکی که یک عبادتگاه جهانی است و شهرت جهانی دارد، و اهانت می کند به حضرت شیخ الاسلام که یک مرجع و رهبر دینی است، و نسبت به نماز که وسیله ارتباط با الله تعالی است تشبیه می دهد به یک عمل بدعفتی. لذا اولا که خداوند هدایت نصیب ایشان کند، ثانیا این که از مسئولین این خواهش و التماس را داریم که چنین انسانهای هتاک که مرتکب هتاکی و بی‌حرمتی نسبت به شعائر الله می شوند، اینها را مجازات، بلکه به اشد مجازات برسانند تا بقیه کسانی که در چنین مسیری قرار دارند متنبه بشند و مرتکب چنین جنایات و هتاکی نسبت به شعائر الله نشوند. ضمن اینکه تشکر و قدردانی داریم از مسئولینی که در این قسمت صحبت کردند، تذکر دادند یا اعلام کردند که دستگاه‌های قضایی اقدام کنند و چنین شخصی را مجازات کنند. امیدواریم که از این به بعد چنین مسائلی در کشور اسلامی ما رخ ندهد که سبب تفرقه و جدایی نشود بین اقشار و مذاهب اسلامی. و آخر دعوانا الحمدلله.